بزن قدش. نوکر نمیمش میکنم. ابنه که نمیمه بفرم. نه خوب بود. ترخیصش کنیم دیگه، اینم از فک و فامیلاش. قطع کرد. آره. شما به اون کاری نداشته باش، ما کارمون رو انجام بدیم، شما بفرمایید اتاق عمل. قول میدین حسودی نکنیم؟ به چیه تو حسودی کنیم؟ من نمیفهمم به چیه تو آخه ما حسودی کنیم؟ به مدل عملم نشونم داد. مدل عملم نه اینجی این خبران نی. تازه گفته باشم 8% اون مالیات ارزش افزوده کم میشد و آقا جون چی کم میشه دو ارزش افزوده نه کم میشه دو آقای دکتر اومد ایشون چی میگن؟ موهلا میخندید نه؟ گفتن صدا با مسئولیت بزرگترا مسئولیتتون بله ولی چیزه نه داره حاضر میشه برای عمل آره تا گفتی بله آره باشه با مسئولیت آقایون دکترای بزرگترا بله پس بفرمایید حاضر مریض. آخه مامان چیزی نداری آویزون ماندانا کنی؟ نه بعدن آویزونش میکنم نه چیز مادر. کن الان بریم تو اتاق عمل دیگه میخوای لباس برو مادر. چی؟ گفتم بعدن آویزونش ندارم بوری نگفتم. نه این همه خندیدم. خب مادر حالا بعدن یه چیزی آویزونش میکنم چرا عجله داری؟ یکم بخند برو. شما دوتا این پایین چی کار میکنید؟ که باشم درست کرد. بریم این چرا؟ آقایون داداشم گفته باشم به غیر من و این داداشه هیچ که دیگه حق ندیری لنگیش بذاره تو اتاق عمل. چیه بار آقا این داداشاش کیه؟ بیاد سکانس پشت دستشوی پاورچین افتاد. دکتر داداش دستپلت اک تمیزه اینکه دلرودش بازه. خب من اینا ندارم. دسپلی من نداشته نه نمیخوام اینا نمیدونه بریم. همه طرف زیر میخند. من ندارم. نه خب بریم این کلیه همون قلبه است. آره بفرمایید دکتر. نه کلیه همون قلبه است. نه فشارشو بگیر. داداشه کلیه همون قلبه است. لال شو اینو بگیرین. جت ملک اینجی ماسماس یعنی کلی پرسیلین و جا و نمیدونم امکانات و خدماتش اینا کلیش ماس. آقای زهتاب ها تماس شماست. خب ببخشید بنده عرض کنم خدمتون در بیمارستانی که ماس ایناست و بنده به عنوان مدیرش هستم. نه اینجا کار نداری با من برداری برم من.
نه دیگه شما فقط داری میری دونه اینجی برو قشبی بنده چک کن همینا بود. خب این لگن پلاستیکیه توش نبود که زیرش گذاشته بودن و ست یا من این چوباه توش گلش اونم زیرش کشته بودن اینجا فقط نکن. 3 تا چوب هم بکن. 3 تا چوب بستنی هم داره حساب میکن. بریم. یه سری توف زدن بقیه‌شو دیگه نمیزنم. بریم این آخر بداهه میاد هیبه بشمش. نمیذارم اینجی بیمارستان باز یعنی کلیش ماس من نمیذارم مریضی که مهمون منه پذیرایی نشده از اینجی بره نمیذارم عمو سولته کجاست آی دکتر شما به جای اینکه اینجوری کنی آره سیامک جیبه آی دکتر شما به جای اینکه اینجوری کنی یه چیزی بگوه من مثل هومن جان آقا بهروز من خیلی احساس خوشبختی میکنم میدونید که این بیمارستان باس ماست بله. یعنی این خدماتیوم که به شما ارائه شد کاری ماست کیفیت این خدمات وظیفه ماست یعنی این حال خوبی شما نتیجه عذرخواهی میکنم ببخشید امروز نه نباش سلام عرض میکنم خانم ببخشید نباشه خانم ای وای من چه اینجوری شدم چیکار کنم حلقه رو توی بیمار جا گذاشتی شل بود یه ذره دکتر شاید افتاده اونجا یه مکعبم بود شبیه جعبه یعنی تو جعبه ای بابا بشماری نمیتونم چرا اینجوری شدم مال خستگی من